اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا اینجا 33 آیت از آیت‌های سوره بقره تفسیر شد. امروز هم به ادامه تفسیر این سوره، یعنی از آیت 34 خواهیم پرداخت، تفسیر آیت 34. قبل از درس یک نکته را عرض کنم. بعضی از دوستان ایراد گرفتند که شما چرا از کتاب میخوانید. خب ببینید دوستان، اینجا من خطبه نمیخوانم، این درس است. متوجه هستید؟ درس تفسیر است. قبل از این درس ها میروم چند تفسیرها را نگاه میکنم، آرائی برگزیده و راجح را، آن آیت هایی که بیشتری مفسران در اطرافش اتفاق کرده اند در تفسیر، آرائی که اتفاق نظر هست، اینجا عرض بکنم. مسائلی که هست از کتاب ها برایتان نقل بکنم. خطبه نیست که حالا من بالای منبر نشسته باشم و عرضم حضور شما خطبه خوانم، نه. جایی هست به کتاب مراجعه میکنم، دقت خرج میدهم که یه وقت خدای نکرده خطایی انجام بشود. خطا یعنی نه در قرائت یا مطالعه، خطا در ابداع نظر، اظهار نظر، این مهمتر است. این نکته را عرض کردم که خب یک پاسخی باشد به ایراد دوستان. خب حالا همانطوری که عادت داشتیم اول آیت ها را خوانم و سپس به تفسیرش میپردازم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در این 5-6 آیات حالا ترجمهش را عرض کنم. خدا می‌فرماید و به یاد آور ای محمد صلوات الله و سلامه علیه آن هنگامی را که ما به فرشته ها عرض گفتیم، فرمودیم که شما برای آدم سجده کنید. همگان سجده کردند بجز ابلیس که روی برتافت و تکبر کرد، یعنی سجده نکرد از روی تکبر، که او از کافران بود. و گفتیم ای آدم سکنا گزین تو و همسرت در بهشت و بخورید هر دو از آن گوارا از هر کجایی که خواستید، اما به این درخت نزدیک مشوید که ستمکار خواهید بود. فتکونا من الظالمین، یعنی اگر خوردید ستم کرده اید بر نفس خویشتن. فازلهما الشیطان عنها، اما شیطان لعین آنها را لغزانید از آنجا و بیرون کرد هر دوی آنها را از آنچه در آن بودند، یعنی از بهشت. گفتیم ما که فرود آید بعضی شما برای بعضی دشمن هستید، یعنی فرود آید هم شما ای آدم و همسرت و هم ابلیس که بعضی از شما برای بعضی دشمن هستید. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در روی زمین قرارگاه خواهد بود تا یک زمانی معین.
فتلقى آدم من ربه کلمات، و آنگاه حضرت آدم از جانب پروردگارش کلمه هایی را دریافت کرد. فتاب علیه، خداوند توبه او را پذیرفت که خدا توبه پذیر و مهربان است. گفتیم اهبطوا منها جمیعا، همگی از بهشت فرود آید. فاما یأتینکم منی هدی، آنگاه یا این است که از سوی من، از جانب من یک هدایتی بس شما خواهد آمد که هر آن کس که پیروی کرد هدایت مرا، برای آنها هراسی نخواهد بود و آنها اندوهگین هم نخواهند شد. اما کسانی که کافر شدند و آیاتها و نشانه های ما را تکذیب کردند، یعنی بر دروغ برآوردند، آنها یارانی دوزخند، در آن جاودانه خواهند ماند. این ترجمه تحت اللفظی آیات هایی که امروز قرار است انشاءالله به تفسیر آنها بپردازم. و اما آیت 34 که در آن گفته از خدا، یعنی در درس های قبلی یاد دوستان هست که وقتی که حضرت خداوند متعال آدم را به عنوان خلیفه خود، جانشین خود در روی زمین قرار داد، فرشته ها را دستور داد که هردم حضور شما، فرشته ها اعتراض کردند، گفتند خب این کسی را که خونریزی میکند و فسادکاری در روی زمین میکند چرا خلیفه قرار میدهی جانشین خود؟ ما که تسبیح تو، تقدیس تو را میکنیم. و خداوند اسماء را به حضرت آدم آموخت و این تعلیم اسما بود که امتیاز آدم را برای فرشتگان برملا ساخت و آنها تحملی برداشت این اسما را نداشتند و تفسیرش خوب به تفسیر گذشت. سپس خب فرشته ها گفتند که خب ما نمیدانستیم خدا، یعنی اعتراف کردند که آدم موجود است برتر از آنها که توانایی تحمل این اسما را دارد و آنها ندارند. بعد از این بود که خداوند دستور داد به فرشته ها و شیطان، از جمله شیطان که از تا آن زمان از زمره مقربین بود، خب بنده مقربی خداوند بود شیطان ابلیس لعین، گفت که شما همگی در برابر آدم اکنون سجده کنید. خب همگی سجده کردند فرشته ها، اما ابلیس شیطان ابا و استکبر، روی برتافت. ابا کرد یعنی روی گرداند، و استکبر و تکبر کرد. تکبر در فارسی به معنی بزرگ دانستن خودش را بزرگتر از آن دانست که در برابر آدم سر به سجده نهد و او از کافران بود. یعنی و کان من الکافرین اشعار به این دارد که قبل از این هم او در ضمیرش چیزی را پنهان میکرد که با این ابای و استکبارش هویدا شده. نکته ای که در این آیت هست راجع به آن اشاره شود این است که اعمال و حرکات ظاهری هرگز تا نیتی درونی نباشد اینها عبادت محسوب نمی شوند. به عبارت دیگر ببینید سجده، خب ما وقتی خدا را عبادت میکنیم سجده میکنیم، رکوع میکنیم، سجده میکنیم. خودی سجده عبادت نیست. وقتی ما در برابر خدا قرار میگیریم و این نیت را در ضمیر داریم که ما در برابر ذات قرار داریم که او سزاوار پرستش است، سزاوار عبادت است، معبودی حقیقی است، بعد کرنیش میکنیم، سجده میکنیم.
این سجده دیگر عبادت حساب می شود، یعنی همراه با نیت باشد. اما اگر سجده همراه با این نیت نباشد دیگه عبادت حسابیده نمی شود. به عبارت سیوم، اعمال ظاهری به خودی خود نمایانگر یک عبادت یا عبادت نبودن چیزی نیست مگر اینکه با یک نیت همراه باشند. متوجه هستید؟ یعنی اگر این حرکات ظاهری به خودی خود در حد ذات خودشان عبادت بودند، خب عبادت برای غیر خدا که شرک است. متوجه هستید؟ خداوند هرگز به فرشته ها دستور نمیداد که در برابر آدم سجده کنید. یعنی اگر شرک، اگر عبادت، اگر این حرکت ظاهری، حرکت به نام سجده کرنیش به خودی خود بدون نیت عبادت محسوب میشد، هرگز خداوند به فرشته ها و ابلیس و اینا دستور نمیداد که در برابر آدم سجده کنید، که نوع شرک است. سجده هستی؟ پس سجده هنگام شرک خواهد بود، یعنی سجده هنگام عبادت خواهد بود که همراه با اون نیت عبادت کننده باشد. این نکته را از این آیت میتوان برداشت کرد. نکته دیگر عرضم حضورتون در رابطه با این مسئله اسکان حضرت آدم و زوجه‌اش، همسر گرامیش حضرت حوا در جنت است که خداوند، اولا این نکته را عرض کنم، آدم آفریده شد از اول تا در روی زمین باشد، نه اینکه از ابتدا خداوند او را برای بهشت آفریده باشد و سپس وارد زمین شده باشد، به زمین فرود آمده باشد. نه، یعنی از اول انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند میگه من تو را خلیفه در روی زمین قرار میدهم. توجه هستید؟ این نکته رو داشته باشین. یعنی چون این نیست که بعضیا فکر میکنن اول آدم اصلا آفریده شده است برای اینکه در بهشت زندگی کند، بعد چون از اون درختی ممنوعه خورد و فرود آمد به زمین. نه، از اول قرار بود انسان در روی زمین باشد، اما قرار گرفتنی انسان در روی زمین خب باید این مرحله را طی می‌کرد. یعنی کدام مرحله را؟ که اول در بهشت جای داده شود، یعنی بعد از اینکه ساخته شد این ساختاری انسان برای روی زمین است، حالا این انسان را اول در بهشت جا دادند، سپس اون قصه داستانی که حالا عرض خواهم کرد پیش آمد و سپس فرود آمد به زمین. متوجه هستید؟ چون این نیست که اول برای بهشت آفریده شده باشد بعد آمده باشد عرضم حضورتان با یعنی با اون معصیت آمده باشد برای زمین. حالا اینه